این پسر فقیر فقط با 2000 تومن این قاشق طلایی رو میخره. پیرزنی که قاشقو بهش فروخته بهش میگه تو هر خونه‌ای که با این قاشق غذا بخوره تبدیل به پسر اون خانواده میشه. پس پسر با قاشق میره به مهمونی توی خونه همکلاسی پولدارش، اما همکلاسیش که میخواد زایش کنه سری میگه پسر فقیر رو دعوت کرده تا تکالیفشو براش انجام بده و به جاش یکم پول بگیره. پسر حسابی خجالت میکشه و میخواد سری بره بیرون، اما یکی از همکلاسیاش پسر رو نگه میداره تا باهاشون غذا بخوره. وقتی خدمتکار میخواد مثل همه به پسرم قاشق و چنگال طلا بده تا غذا بخوره، دوباره همون همکلاسیش به خدمتکار میگه پسر فقیر لیاقت غذا خوردن با قاشق طلا رو نداره و باید بهش قاشق یک بار مصرف بده. ولی پسر با غرور قاشق طلایی خودشو در میاره و میگه عادت داره همیشه فقط با قاشق طلا غذا بخوره. همه حسابی خوششون میزنه و پسر شروع به غذا خوردن میکنه، اما ناگهان یه نور عجیب از قاشق میتابه و فردا صبح